باش آخه دم میکنیم همونجا باشیم کش نکنیم تنه خور به سبستا. من میتونستم شما رو به تا سبستا بسته کنم که بخوریم خر وری دم کنیم بترقیم. گله باش. اینا دیگه مگذار نمیفهمن که بابا می پارسال مادر شما دید تا همینجی شفتلال بخور دم که گلک جو اشتنی ماما جبار خیریته. راسم صبح بخیر. زنده باشیم ماما تشکر باشه. زنده باشیم. چیکار میکنی گلک؟ ننه میگفت یاری آفرین به ماما جبار. اشتنی ماما جبار خیریته جنجیرم. ننه میگو یاری آفرین به ماما جبار. خب خاطر که گفت کارت آخر پس کردیم با ما بیاوردیم یک کارت نوشته بود به اتفاق گلک با به پین به مین کارت نوشته بود خود مادر خودی فامیل گلک خود دیگه یعنی همون کلن لک جیمی شما. خب اشتنی گلک جو شکر فضل خدا. همین خود گساله ها گپ میزنم. خوب کار میکنی. خوب چاخ کردی اینا. خود گساله ها برون گلک جو من برون به گنج برون یک گساله بستونم. به چرا گساله؟ به خاطر می عروسی برارمه. چیکار کنم گلک جو دیگه؟ خب مجبورم. کلانتری کار سخته. همه کلانتری همی برار به دوش ما افتاده. خود تو میفهمی که روزی که پدرک ما فوت کرد دیگه همه کارا به دوش منه. تیار باشی گلک جو برون بخیر. گساله اشته گساله میخری؟ گساله باشه دیگه مثلا انا مثلا گساله ها شما نام خدا خوب چاخ کردن. اینا دیگه اینا بررسی خوبه دیگه. والله میگم گلک جو من به گنج سرگردون نشم. از این گساله خو یک کدوم نمیفروشی؟ ما که شاختار گلک جو بده که به گنج سرگردون نشم. به چند میدی لالا جگرمون؟ یک کم 40. 1000 کم یعنی 40,000. 40,000. گلک جو خود تو میفهمی اما به 20 گنج که ببری کسی را از 30,000 به بالا نمیخره. بازم ما به خاطر دیوار منی از خود منی 2,000 بالا این 32,000. خوبه. خلاص که؟ بده دسته. خدا تو عمر بده گلک جو. خدا مدرک تو 1000 ساله کنه که ما با هم گنج ری نکردی. بابا پولای دیگه خوب گلک جو خود تو میفهمی که نمی بابا ده دست برار من رمضان من خواه سرموانه میشه چندی گلبی میدیم به من. نه دونه با دونه برار تو بیای بشموره که قلبی نباشه چینگای هم کنده نباشه. خوب گلک جو مشکل نداره. من که گساله میبرم خوب که بودم وقت را که بکشم گوشته از این چوکه کنم. فقط هم مراسم که جمع شد بیایم برات پلو. خود شما خود من به شما میگم ما جواب چون شما تخ نشیم. من میگم برار میشه و من پولا گلبی بده من نمیفهم سر موال میشه. شما خود رمضان حساب کنه. خب خلاصه همین گساله رو من به 32,000 بخریدم. هر وقت رمضان آمد من خودی حساب میکنم. صحیحه؟ خوبه. خداحافظ. خیر بینی. زحمت کشید. خوش آمده. خوبه. ماما جا بروش کنه پیش شما نجه. خیر بینی ماما جو. خداحافظ. آمال شاید 500 کیلو گوشت داشته باشه. خیر بینی گلک جو. خیر بینی. اشوا سعی کو طرف که مریض میشه دکتر به پا خوبی وای. اشتری لالا جی خوب سلامت وقت بخیر. تیار هستیم کجا بخیر ما برام دکون. هم یک لطفی بکنیم امروز برای لالا جبار. بریم هم دکونم کارت و ساتو لور داریم. بریم بریم هم سرا کمین حلال کنیم بکشیم که گوشتا از به کار دارم این محفل. خب میگم گپ بزن لالا چند کیلو خوش شده می 90 کیلویی میشه به 90 کیلو داده میشه 100 کیلو میشه. ها ارستی بله از خوبه بزی نخوردم. خب همینا که بریم حلال کنیم. شما بریم به دکون. بله خوش یک لطف شما بکنه شما تا به دکون بریم من میرم به خونه شما کارد و ساتو برداریم 100% معطل شما نم دیگه. خب لالا جان میگم یک چیز دیگه خوب شد یاد مامون جنگ شیار اشتی سرخرمن امینا که برای ما حلال کنی پوست کنی گوشتار تابدیل آشپز ریزه کنی چنده برای تو بودم برو جو به خاطر من سرگردون نشم دیگه جو. کله پاچه بدم. کله پاچه دیگه نه دیگه خیلی خود تو میفهمی دیگه باز همین از من میپرسم همین خانواده ما که همین گساله بخرید کو کله پاچه هم 100 تا سدی بام برو را خو میدم اینا که برای ما سربرا ما شما خود خوبه
دکتر. باز انشالله بخیر میبینیم با هم دیگه را خوردگه. خدا حافظ. من منتظرم لالا جیگا. جاشم میام. اشفا. آی نمازی شوم غریبی رو به من کرد دلارمی آخ دلم جولان زد و یادی وطن کرد ای جان محبوب آی نفهمیدم پدر بود یا برادر خدا یادش کنه هر کی یاد مار کرد کو گساله دگه گساله دگه سرسو ماما جبار بیامد همسایه ما گفت اگه عروسی دارین گیلک انا ما این بارم بگن گساله بخرم که خاطر عروسی انا بچه من اگه برار من اما چی گو برار من گو من چون بچه من گو عیاد مبره انا یک بار گفت اگه بده بخرم از تو بفروشد من گفتم خوبه یک باری بخرید گفت پولای نمیدم رمضان گساله به جبار فریختی واه که چره ما چون گو به عروسی بچه خمایم خب بیخی به عروسی مادر خماسته باشه با تو چی ربطی داره که تو گساله بفروشی تو سر تو به گساله با میشه ماشون به سیودی گفتن اینه مشل گفتن سیودی گفت تو یک جوری چبلی به خود خریده نمیتونی بازار تو میتونی گساله بفروشی اصلا من گساله میفروختم ماشون اینه مچو میگم مچو چی شد آل جبار صبح بیده ای بال اگو به عروسی بچه خماسته باشه گور بو کشته برفته برات کار خودگه ماشون نه کشته باشه بکشته باشه ماشون آخه یک چیزی ور دارم مغز سر تو بزنی یا مغز سر خود چرا تو به من یک زنگ نزدی موبایل ما چیه من موبایل دارم موبایل چی بگم حال مغزا سر خور بیری کنم موبایل جبار زنگ میزدی به من آخی من دست تو چی روز سیاه به سر خور کنم خیال من برم از اون چی بست کنم اگه اون نکشته باشم میگم بکشتم اگه گسالت بکشته به خوب ای تا با میفهم خودی تو چه کار کنم بفهمیدی تیر از پاجل بخوریم اما جبال سیاه بیامده من گپ داری سرم شیره میلیده گساله من ببیده نال میکشی اگه بکشته باشه به خدا پست من مندازه برار من چه کنم من صدا میکنی جهداد میکنی خداوند جل کرم بودیدم شتنو گلا سلام ماما جبال جان جان همین سودایی بود که ما و تو با هم دگر سودا کردیم دست دادیم این رمضان چی بیامده و تاثرام جیغ داد و سر صدار بنداختند که گسالی ما و گو مار مفت بدر کردیم از زیر دست ما هم تو همیجگاه نبودی خودی ما دست دادی کلک کنده شد ورشون گسالی رو ببردم ماما جبار ما عقل کمال من نیه شما بیامده من گپ دادیم گفتین گساله بفرشیم این گسالار برار من میگه که ما اینا جمع کردن که اینا بستن که اینا چشه اینا گوبند شه اینا ما مادر از اینا برفشیدیم اینا گوبند شما به خود زمینه خود گورونه میگه تو چرا بیامدی من تک کلاوردار دوگیری چرا میگه ساعتی که به پیش آمدم میگه پر نزدی بریم چرا فهمیدن شما آدم کلاوردار دوگیری من کلاوردارم نگفتم بعد از محفل ما که خلاص شد بیاین پولا شما رو میدو میگه من نمیفرشیدین گسالار نمیفرشیدین ما گسالار اخرتکی جمع کردیم مثلا اینا رو ما ماستیم به خود گوبند تیار کنین شما بخریدین چرا گوش کشکیلا بله سودایی بود کلاک کنده شد گسالار هم حلال کردم گوشتارم ریزه کردم که ببرم با محفل ببرم این کار به درد نمیخوره که به رمضان بگو سر صدا نکو بفهمیدی که باز یک دم جبار سیمای شرطی کنه باور کنه به همسایه‌داری لیاز نمیکنم تو به چه خوبی بودی خودی مسایدا کردی کلاک کنده شد برات کار خوب اردو نه خب ما خبر نداشتم ما یاد ما برفتم گفتم البته اینا رو میرفشیم انا ما جبار اینا ما خود اینا که مادر از اینا از ما بودک اینا که کلان شده مادر از اینا رو بفشیدیم انا چیز دیگه گلک جو به هر جایی که ما این بریم دست ما عرض میکنیم بریم عرض کنیم تو آدم کسی نمیگه تو دیونی تو شیرین عقلی هر گپی که داریم خودی ما بفرماییم به خدمتون خودی مسایدا کردی کلک کنده شد پولا رو هم به تو بگفتم چی گفتم بعد هم محفل میدم دیگه زور و زاری نداریم بسم الله الله اکبر هر کاری نکردیم تو رمضان بریم بکنیم
نگو نکو یک ذات طرف لومه اما تر از کی نبیه یا تر گوام آور داره گوا تیر نمیشه از اینجا چند دقیقه بعد گمانه السلام علیکم. سلام علیکم گیپک دیاره بخیر سلامتی. همسایه داری به می رقمه به می روز به درد میخوره همسایه داری چری؟ بی پیار تو بیامده به جلو هم مردم خال مقاله و چسبونده کمه چون گساله مچکار و فلانه به این رقمه راست میگه. چی راست میگه پیار تو همسایه داری اما نمیگو تو بگو به می روز به درد میخوره. چه کار شده خوب گساله بیاورده کاکا تو بفروخته خوب سادیه سریو برفتی کلا رفتی. چرا کلا برای خود گساله رو بیاورده کانه بگیری میفریشون گساله بررسی این جگه بیاورده ما هم بخریدیم ما هم برات گساله بودیم که ما بخرین دیگه گسالا یک کریم سال جمع کردیم از امونا یک پوری فایده بخوریم نکنیم نقص کنی. حالا او گسالا ما جمع میکنیم کلوش اونا گوبر تیار کنیم و شما میریم اونا کاکا بخریدیم میبریم راسته میکشیم میبریم به تالا. خب با تالار این جگه بیامده که پیار تو بیامده اینجا به جلو هم بسته میمونا آشپز گوشتار ریزه میکنه تیار میکنه جلو هم میمونا داده بیداد میکنه یعنی چی؟ حالا کجای پیار تو پولا گساله رو آوردم پولا گسالا؟ او پیار ما به می پولا گسالا قبول میکنه. قبول میکنه نمیکنه کاکا تو بفروخته گساله بده مال بده بخریدیم برابرات کار خب بکشتین خلاص شو ما کدگه کار ندارم آن یمین سیاحت بگی دگه ایتا کارا به پیار خوری نکو گناه داره. حالا خلاصه کلام پیار تو با کجاه برو بار کن پیدا کنی. بیا جلوی شو کبرین جلوی شو اینه من به چی کار میرم؟ جلوی شو خب پیار تو با کجای خب پیار تو کجای پولا گساله رو بدم